لعنتی، ما زندگی خدا به قمار زدیم، عزیزای خدا از دست دادیم، خطر مرگ با تمام وجود قبول کردیم احمق. و ای گپای لودگی تو را ببین، باید قبول کنی، باید خطر را قبول کنی. قدر ترسو و بی غیرت هم نباش، فهمیدی؟ برو دیگه. درست است چکو، بان که برن. حالا تو را با دستای خود از بین میبرم چتن. با طرفدارایت یک جا. حالا به خاطر که دیچا خسته نشی دیلارم امرایت روان میکنم. مادر و پدرم تو کشتی، پدر کلانم تو کشتی. باز مرا آدم بد میگن. ببین چقدر خوب. حال تو را پیش مادر و پدرت روان میکنم. اینی که ما فراموش نخواد کردی دیلا. قاتل کسی کسی نیکی را نمیفهمد جانم. ما ای را به خانوادهش میرسانم اما ای به ما توهین میکنه. چرا قهر هستی؟ شما خوا او چی میگن جنت است چی است؟ باز اونجا زندگی میکنین نی؟ خوش و خندان میباشین. البته اگه او گپا باشه. من به جنت و جهنم اعتقاد کامل دارم. به خاطر ظالمای مثل شما جهنم ساخته شده. به خاطر که یک عابد مثل مره ظالم خطاب میکنه فورا ایره بکشین. ایلیکو برو. ایرول آوردن. جدی؟ وای 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 وای. ببین گروهتان کم کم تکمیل میشه چتن. باز خدا مردم میگی به شرف. چی میکنی بچه بابا؟ زود باشن فرار کنه. با من بدوین حالا. حالا برو. کجا میری پرستار دیلا؟ زود بالا برین، عجله کنین. حالا بیا چتن، اگر نزدیک شوین کایا را میکشم. لعنتی کایا را میبره. بدوین. باز سرگرمی شروع میشه. لعنتی دیلا نیست. کجاست؟ او خدایا لطفاً مرا کمک کن. فرار میکنه دختر، فرار میکنه. مرا پوشش بده. بیاین دموتر زود. تلفن به ایرولا. چتن فکرت در سرت بگی. چی میکنی چتن؟
چیزی که در فکرت میگردم و کارم میکنم. نکو چتنی دیوانگی است. حال دیگه آب از سر من پریده ایرول. پرستار دیلاده داخل است. هیچ چیزی برام مهم نیست. دیلا صبر کن. هنوز انتظار خلاص صبر کن. حال دست من در گلوی تو از کایا. تو مرا اشتباه درک میکنی چتن جان. ببین یک توافق میکنیم. تو خود نفر خاصم هستی دوستم. این سرزمین مثل تو کس دیگه را داره؟ دانت بسته کن لعنتی. بسته دروغ گو. ببین چتن گپم گوش کو. کل چیز مثل سابق شده میتونه. بعض نزاکت هاست کردوی ما باید فراموش کنیم. ما برنده میشم و تو هم. و هرچی که میخوایی از او زیادتر برات میتم. حالی جنگ خودم از کایا مینیک. حال ما برنده میشم و همیشه برنده میباشم. چتن به فکر دخترت باش. به از او فکرش کردیم. تو زحمت نکش کایا. ما دختر خدا برای شما اعلان نکردیم. حالا 40 سالم که اگه او را به پالین پیداش نمیتونین. تو هنوز هم مرا نشناختی. تو به زندان میری و ما هم نفر اولی منطقه میشم. او هم بازوترین فرصت. به خانه دادستان میریم ایرول. ای تحفه را برش میبریم. تو اشتباه میکنی چتن. ببین تو اشتباه میکنی. چتن ده تقیب ماستن. صبر شلیک نکنه. آقا کایا اونجاست. مرحبا مده سیرا. کایف کنین لعنتیو. خدا جزای تبت چتن. اگه تو به دست ما بفتی باز مام تو تتوتیت میکنم. رشو داخل بررسی که زود باش. چاکو حالا زود باش. دیلا خواهر جان. دیلا خواهر. بلد خدا تلاشت بکن. دیلا خواهر بلد خدا اکبر تلاشت بکن. خدا من لعنت کنه که بهم ساختم. فقط اکبر نجات پیدا کنی. دیلا شیوان چی از چاکو؟ حالا چاکو زود باشه. حالا چاکو حالا زود باشه. حالا رشو. ابراهیم امینا هستن. مادر من نمیتونم براتون. خدا لعنتشان کنه. این لعنتی ها کجا رفتن؟
این کارا نکو. اشتباه میکنی چتن. اشتباه نمیکنم. اون روزای خوبی تو تمام شد دیگه. ببره شرول. بفرما آقا کایا. دادستان صاحب، معذرت میخوایم، کمه به وقت آمدیم، اما با شما یک پارسل داریم. تشویش نکنین، پارسل ما مشکوک نیست. بدون شک، بدون تردید، یک مکار خالص است. بفرما. صبر کو پرستار. خاین. خواهر جان، دیلا. شیوان، شیوان. خدا را شکر، تو خوب هستی خواهر؟ خوب هستم شیوان، خوب هستم. شیوان، پدر و مادرم اونا از بین بردن. در پایین سند امضای کایا مینیک است. سرش دعوا میکنم به خاطر مادرم، پدرم، پدر کلانم و هر قدر مردم بیگناه را که کشتن. خونه هر کس را که ریخته باید جواب کلشانه دانه دانه در دادگاه بده. بیننده های عزیز، کایا مینیک بازداشت شد. به اساس یک خبر که همین اکنون به دست ما رسید، کایا مینیک از سوی واحدهای آیتی بازداشت شده و به دادستانی تسلیم داده شد. خدا لعنتت کنه. چطور بازداشت شدی؟ چطور؟ خبرهای بد داریم رهبرم. جوانان امید گرفتن نتانستن. پایگاه گاردانم از دست دادیم. کاگیر و زوهر و پایگاه را تصرف کردن. برو. ای چطور امکان داره؟ چطور امکان داره که یک پایگاه بزرگ بعد از صد به شرف تسلیم شوند؟ تفاهم ما قسم بود لعنتی. چی شدن جوانان امید؟ چی شدن؟ ما او نوجوانکای امیده به دام انداخته بودم، اما او نفر تو زهر همراه او کاگیر به شرفه که اجازه ندادی بکشمش رسیدن. اگر نیکلشانه برات پاکت کده روان میکدم. او مردم پایگاه را تصرف کردن. اگر مبارزین ما با اونا یک دست شوند دیگر رهبر محبر آن تن نخواد داد. درست گپ بزن لعنتی. و ای افراده که تو روان کدی حالا افراد ما شدن رهبره. میتونیم توافق ما را تجدید کنیم. اگر مسئولیت جانی ما را تضمین کنی به خاطر تو مبارزه میکنم. بازم مثل سابق برات خمندانی میکنم. با تو چی ضرورت دارم لعنتی؟ خوب فکر کو رهبر، خوب فکر کو. اگر مرام در مقابلت قرار بیتی و اگر من با کاگیر و ظاهر هم دست شوام، باز به تو و او سازمانت هیچ خوب نخواد شد. درست از زعیم، اما اگه کوچکترین اشتباهی تا ببینم باز توافق موافق برام مهم نیست. تو را میکشم او وقت. میکشی، تو میتونی، اما تو که پدرم کشته بودی نه؟ اما حالا قسم مردم عاجز در مقابلت نیستن. بیادر مربان که برم، راه ما جداست. انتقام ما جداست که راه ما جدا باشه. چطور لعنتی؟ من نیت انتقام گرفتن ندارم. خوب گپ مگوش که لعنتی. حالا که بیادر هستیم یه انتقامان با هم یک جا میگیریم. اگه میگی نه خیر نه، همینجا تو را میکشم. رهبرم میکشه. یک جا با هم در رأس سازمان قرار میگیریم. بعد از او باز دوباره پیش جوانای امید برو. طبعا اگه تو وقت کدام امید باشه که جوانایش باشه یا هم یک موضوع جداست. بیادر کن. شیوان چرا کش پیش اونا ایلا کدین ها؟ به خاطر رسیدن به تو خواهر جان و دیگه به خاطر رسیدن به چتن. راستش دیلا خواهد کاش که به زهر مرا میدیدینه لازانه برم سوده کوگل یک پایگاه مکمل تصرف کنم. کاش من در کنارش میبودم. اما تو صدا به ما میساختم که توبه باور کو. به خدا تمامش از بالا مثل بالا سریع سازمان جاری میساختم. اما شیوان بیادر اجازه نمیده. اگر من عملش رو میفهمم. امی وقتش از رشو دیوانی احمق. شیوان
چکور چی شده؟ کینم. در سابق بین او کینم کدام موضوع بوده؟ در سابق یعنی قبل از رفتن به سازمان یک دیگه ایشان دوست داشتن، کینم از بین بردن. زندگی سرت باشه چکو. بسیار جگرخون شدم. بیازو اگر زندان می بود به هم نمی رسیدیم خواهر. ما به خاطر که گناهکار رفت ناراحت هستم. پیامبر بزرگ ما می فرماید هر کس هر قسم که زندگی کنه اما قسم از بین میره. او حتی نتانست که کاکایش به دینش دعوت کنه تا با ایمان از دنیا بره. از دست ما دیگه چی میآید چکو؟ مرگ و زندگی به دست خداوند است. تو فقط برش دعا کن. تشکر. خواهر جان بیا ما اینجا هستیم. خداوند کمکت کنه. برو که دیر نشه خواهر جان. برو زود کار او کایا منیک و امثال او را تمام کو خواهر. درست است شیوان. خدا نگهدارت خواهر جان. رشو حالا بچه حالا. ببینین شما اشتباه میکنین دادستان صاحب. ما به این کشور برزش های معنوی ما به فرامین اتاتورک و وطن پرستی خدمت کردیم و وطن پرست هستم. اظهارات که دادن بی اساس است. این نقطه را باز بررسی میکنیم آقا کایا. فعلا ما به جمهوری دلایل و آماده ساختن دعوانامه مصروف هستم. بازم میگم دادستان صاحب هر کار که انجام دادین تمامش به خاطر منافع دولت ما بوده. از اینکه به ما مدال بدن بعد از تایم چک زدن این بی‌انصافی است. شما مرا هیچ نمیشناسین و از خدمات ما هم خبر ندارین. کار غلطه هر کس انجام بده او کار غلط است آقا کایا. با این بی‌عدالتی هایی که تحت سایه دولت انجام دادین نمیتونین خدا بیگناه ثابت کنین. معذرت میخوایم دادستان صاحب اما به خاطر گرفتن موکلم دلایل کافی ندارین. او عدالت و انصاف چی شد؟ او قضاوت های بی‌طرفانه چی شد؟ بفرمایین دیلا خانم. لعنتی خانه شرایط تغییر لطفاً آرام باشین. لطفاً راحت باشین دیلا خانم. ما علیه یادم دعوا باز میکنم دادستان صاحب. خانواده ما به قتل رسانده. اینه بگیرین. اینجا تمام دلایل است. چندین بار مرا به دلیل به نظارت خانه بردن. آزادی مرا سلب کردن. بسیار گپای دگام است که میخوایم براتون بگویم. حالا شرایط تغییر کرد وکیل صاحب. آقا کایاره با امر بازداشتش به دادگاه سوق میتم. به اساس دلایل فعلی بازداشت میشه و محاکمهشان به شکل نظربندی ادامه خواهد داشت. به این زن گوش نکنه. آقا کایا دروغ میگه. با یک وطن پرست مثل ما چطور میتونه قسم تهمت ببنده؟ آقا کایا شما چطور به گپای گوش میتین دادستان صاحب؟ تو به گپاش گوش میتین؟ آرام باشین. تو باور میکنین؟ دروغ میگه. اون زن دروغ میگه. تمام شدی احمق. تمام شدی. تو قسم نمیمانم احمق. مثل برچه پامالت میکنم. پامالت میکنم. آقا کایا لطفاً آرام باشین. احمق بیشرف تو مرا تباه ساختی. بس از دیگه آرام باشی میکشم از لعنتی. تو را تباه میسازم. تباهت میسازم. طرف ما ببین. خوش کنی از اینجا جایی نری. من همه وقت ملاقات میگیرم. زنده نمیمونم. زحمات تحصیل سالی ما خاک یکسان کردی احمق. هیچی دیگه. جزایت هم میبینی. حالا کجا میریم چتن؟ چی میکنیم؟ روی تپوت کو. روی تپوت کو. تشویش نکو من میفهم که چی میکنم. میخوایی چی کنی چتن؟ یک چیز خوب بگو. فوراً باید در این کار دخالت کنیم. کایا مینیک از مهره های اصلی ماست. سالها شد که گپ ما را هیچ رد نکرده. باید فوراً او را از او گدال بیرون بکشیم. البته موضوع اصلی امو پرستار است. او زن تمام کارا را برهم میزنه. باید بسیار زود خاموش شود. نه خیر، کشتن او جلب توجه میکنه. یک راه دیگه پیدا کنین.
هوش کنی تکان نخوری. کی هستین؟ شما چی میخواین؟ چتن؟ از تو یک سوال ساده میکنم کنسول. میخوای زندبانی؟ یس، یعنی بله. در این صورت باید برای من یک کار کوچک انجام بدی. شما چی؟ بسیار اشتباه بزرگ انجام میدی. حق با تو است. این کار برای تو چندان خوشایند نیست، اما برای ما بهترین گزینه است. تا کی پیش ما باشه هر کاری که بخوایم انجام میتین. پایان زندگی تو و کایامینیک داخل امی هست. فراموش نکنین آقای کنسول، اگه کدام کار غلط کنین همراه کایامینیک شما با آتش مفتین. فهمیدین چه گفتم؟ اگه